دوستان گرامی سلام. در ویدیوی قبلی توضیح دادم که چگونه با استفاده از مواد می توانیم عملیه تقسیم اعداد سه رقمی بر عدد دو رقمی را انجام دهیم. اما در این ویدیو می خواهم نحو محاسبه آن را تشریح نمایم. برای وضاحت بهتر می پردازم به اجرای مثال ها. مثال اول، عدد 492 را بر عدد 23 تقسیم نمایید. حل: 492 تقسیم بر 23. می‌بینیم که مقسوم یک عدد سه رقمی و مقسوم علیه یک عدد دو رقمی است و برای اینکه بدانیم چه عددی را میتوانیم در خارج قسمت بنویسیم، در ابتدا رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک ها و ده های مقسوم را پنهان می‌نماییم و حال می‌بینیم که در عدد 4 چند تا دو وجود دارد. پس برای این کار می‌نویسیم 1 ضرب 2 مساوی به 2، 2 ضرب 2 مساوی به 4. می‌بینیم که در عدد 4 دو تا دو وجود دارد و حال دوباره رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک ها و ده های مقسوم را ظاهر می‌سازیم و دو را امتحان میکنیم، یعنی دو را در مقسوم علیه ضرب میکنیم که آیا عدد 49 را میدهد یا خیر. 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 2 4، 46. 46 کمتر از 49 است، پس درست است. دو را در خارج قسمت می نویسیم. 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 2 4 و حال تفریق میکنیم. از 9 که 6 کم کنیم 3 باقی، از 4 که 4 کم کنیم 0. یک ها را پایان میکنیم 32 و حال 32 را بالای 23 تقسیم میکنیم. باز هم برای اینکه بدانیم چه عددی را در خارج قسمت بنویسیم، رقم یک های مقسوم و رقم یک های مقسوم علیه را پنهان مینماییم و حال میبینیم که در عدد 3 چند تا دو وجود دارد، طوری که دیدیم 1 ضرب 2 2، 2 ضرب 2 4، 4 بزرگتر است، پس 1 ضرب 2 درست است و حال دوباره رقم یک ها را ظاهر می سازیم و یک را در خارج قسمت می نویسیم. 1 ضرب 3 3، 1 ضرب 2 2، از 32 که 23 را کم کنیم، از 12 که 3 را کم کنیم 9، از 2 که 2 را کم کنیم 0. حاصل تقسیم 21 و باقی مانده 9 است. مثال دوم، عدد 174 را بر عدد 31 تقسیم نمایید. حل: 174 تقسیم بر 31. می‌بینیم که مقسوم یک عدد سه رقمی است و مقسوم علیه یک عدد دو رقمی است و همچنان می‌بینیم که رقم صدهای مقسوم کمتر از رقم دههای مقسوم علیه می باشد. بنابراین باید صدها را تبدیل به دهها نمایم که میشه 17 دهها و حال به خاطر اینکه بدانیم چه عددی را میتوانیم در خارج قسمت بنویسیم، در ابتدا رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک های مقسوم را پنهان می نمایم و حال می بینیم که در عدد 17 چند تا سه وجود دارد. می نویسیم 1 ضرب در 3 مساوی به 3، 2 ضرب در 3 مساوی به 6، 3 ضرب در 3 مساوی به 9، 4 ضرب در 3 مساوی به 12، 5 ضرب در 3 مساوی 15، 6 ضرب در 3 مساوی به 18. می‌بینیم که 6 ضرب 3 18 بزرگتر از 17 است، پس 5 ضرب در 3 جواب درست ماست. 5 را در خارج قسمت می‌نویسیم و دوباره رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک های مقسوم را ظاهر می‌سازیم. 5 را در مقسوم علیه ضرب می‌کنیم. 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 3 15. تفریق می‌کنم. از 14 که 5 کم کنیم 9، از 6 که 5 کم کنیم
یک. ببینیم حاصل تقسیم 5 و باقی مانده 19 است.